салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, ҳамзабонони арҷманд. Дарси 15 аст аз силсила дарсҳои туркӣ дар 99 рӯз. аввалан ташаккур мекунем ба якояки шумо барои тамошои видеоҳои мо. Барои дастгириётон бениҳоят сипосгузор ҳастем. хоб дар дарси гузашта аз ин китоб агар дар хотир дошта бошед як тамрин кор кардем. хоб инҷо буд ва боз як варақаи сабти номро пур кардем. хоб видеоро такроран тамошо кардам, яъне тақрибан калимаи шаҳирро тарҷума накардем. шаҳир шаҳр мешавад. шаҳир яъне шаҳр, шаҳри Душанбе масалан. хоб ва имрӯз аз инҷо оғоз мекунем. хоб аз инҷо оғоз мекунем. Bilgi formunu okuyunuz, cümleleri değerlendiriniz. Megad in formay ma'lumotiro, ya'ni bilgi به معنای معلومات هست. فرم همون شکل ورقه فرم. مثلا okuyunuz یعنی bilgi فرم okuyunuz این ورقه معلوماتی را که درباره این شخص یعنی معلومات هست این رو بخونین. oku بخون می شود برای یک نفر. okuyun برای شکل جمع بخونید می شود. okuyunuz نیز بخونید برای شکل جمع است. Cümleleri değerlendiriniz. Değerlendiriniz می شود خب بها دادن. değerlendiriniz بها دادن. خب یعنی بها بتین. بها چه خیلی بها میتیم؟ doğru یعنی توغری، درست، yanlış، نادرست یعنی که خطا. خب خب doğum yeri یعنی مکانی تولد، جای تولد. doğum yeri جای تولد، مکانی تولد. خب آلمانیا. خب آلمانیا بدست مکانی تولدش، جای تولد. آلمان یعنی آلمان. آلمان یعنی آلمانیا. آلمانیا میشه. مدنی حالی. مدنی حالی. خب این آیه که در بالاش یک گفته چی کلاهچه‌ک یا شبکچه‌ک دارد، این در الفبای زبان ترکی نیست، اما در بعضی کلمه هایی که از زبان ترکی نیستند، خاصا از زبان عربی هستند یا اینکه تلفظ میشن در اونجا آورده میشد. مثلا مدنی حالی نو مدنی حالی حالی مدنی حالی یعنی حالتی اجتماعی. حال همو در زبان تاجیکی هم حال میشه. حال حالت. مدنی حالی میشود حالتی اجتماعی. خب evli میشود oilador، oilador، خانه‌دار. bekar انا این شاید که از زبانی فارسی داشته باشه. bekar اما به معنای اون بیکاری که ما استفاده میکنیم به معنای اون نیست، به معنای مجرد است. مجرد یعنی به زن، به همسر. خب مجرد. خب این به زن بوده است، بیکار یعنی مجرد بوده است. eğitim durumu حالت تحصیل. لیسه
یعنی مکتبی میانه. او تلفنو، تلفنی خانه، یعنی تلفنی منزلی. 0312 123 45 67. ev adresi. ev adresi می شود عنوان یا سراغه منزل. سراغه. ev adresi می شود سراغه. سراغه منزل. اتی محلسی. خب این سراغش است. ترجمه نمی شود. اتی محلسی یعنی اتی محله اتی علی سواوی سوکک. خب محله ترجمه می شود. محله محله تو اینجا. محله همون محله است. محله در ترجیکی میگیم که محله. اما محله به معنای دهه استفاده می شود. خب سوکک. سوکک. سوکک به معنای کوچه. سوکک کوچه. خب مالتپه. خب این نامی منطقه است. انقره نامی پایتخت ترکیه. انقره. انقره خودمان انقره میگیم. پست آدرسی سراغه پست الکترونی hansman@mail.com. خب adı soyadı nomu nasab. adı soyadı tercüme kardalım. Hans Goldman. Hans Goldman. Yani nomuş Hans Goldman das. Cinsiyeti. Cinsiyeti tercüme kardalım. Erkek mard. Doğum tarihi روزی تولد. روزی تولد. تاریخ تولد. خب 5 Kasım 1994. خب اکنون اینجا ما و شما باید که اینها را علامت درست یا که نادرست بمونیم. د یعنی دارو درست، ی yanlış یعنی نادرست. خب امیدوار هستم که در پریمیره هستین. اگر چند یک نفرم که باشد یا 2 نفر انا همین ها را با هم کار میکنیم. حاضی بالادا خوندیم که هنس گولدمن از کجا بود، چند ساله بود، چیکاره بود، اویلدار بود نبود، همه همین را خوندیم. اکنون در اینجا شما بگین که درست یا که نادرست. اگر درست باشد یک د را میکنیم. د با زبانی با حرفای ترکی یعنی د را میکنیم. اگر نادرست باشد یک ی را میکنیم. ی ی yanlış یعنی. خب هنس گولدمن آلماندر یعنی هنس گولدمن آلمانی هست. درست؟ درست. اینجا علامت درست موندگی هست. هنس گولدمن evli değildir. Yani هنس گولدمن oylador نیست. درست هست؟ من همه جواب شما رو منتظرم. هنس گولدمن evli değildir. هنس گولدمن oylador نیست. درست هست؟ همین جمله همین معلومات درباره هنس گولدمن. خب بله درست است. جمله درست است چون که وای در اونجا نوشتگی بود که bekar. bekar یعنی مجرد oylador نیست یعنی. خب هنس گولدمن üniversite mezunudur. Mezunudur. خب üniversite. خب اینش درسته یا نه؟ اول چیزی فکر شما را فهمیم جواب شما را بکنیم. یعنی هنس گولدمن فارغ تحصیل دانشگاه هست یعنی دانشگاه را ختم کرده است. همین معلومات درست است یا که نادرست است؟ خب تا جواب دادن شما من این کلمه را ترجمه کنم. خب üniversite. üniversite. üniversite می شود دانشگاه. üniversite دانشگاه. üniversite دانشگاه. mezun. 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 خب انا همین قبل. mezun ختم کرده. ختم کرده. یعنی ختم کرده دانشگاه است. فارغ تحصیل دانشگاه است. متخرجی دانشگاه است.
خب معناش فهمو شد. این دور به معنای است، یعنی میزونو دور، یعنی در اینجا میزون دور قدر درست نمیاد، به خاطر که باید که در بین دور و میزون یک صدانه باشه، به خاطر او آوردیم میزونو دور. میزونو دور، این دور به معنای است، یعنی هنس گولدمن فارغ التحصیلی یا که ختم کرده دانشگاه است. معلومات درست است یا که نادرست است؟ فکر میکنم که جواب دادن الکی. بله، نادرست است. چرا نادرست است؟ برای که در اونجا درباره هنس گولدمن نوشته شده بود که هنس گولدمن مکتبی در مرحله مکتبی میانه است، یعنی مکتب میانه میخواند. هنس گولدمن ترکیه‌لیdir. Türkiye'lidir. Yani Hans Goldman از ترکیه است. از ترکیه است. همین درست است یا که نادرست است؟ ترکیه خب نام کشور ترکیه. ترکیه می شود ترکی یا که ترک. مثلا چخیله میگیم که خب بنویسیمش. مثلا میگیم که تاجیکستان تاجیکستان میشه تاجیکستان، تاجیکستانlı میشه تاجیکستانی. ترکیه میشه ترکیه، ترکیه‌لی میشه ترکی یعنی شهروندی ترکیه. ترکیه‌لی دیر. درست است یا که نادرست است؟ خب نادرست است. از کجا بود؟ از آلمان بوده. پس این معلومات درباره هنس گولدمن نادرست است. اینجا علامت نادرست میمونه. خب هنس گولدمن'in telefon numarası yoktur. میگوید که هنس گولدمن رقم تلفن ندارد، یعنی رقم تلفن برای هنس گولدمن نیست، یعنی رقم تلفن ندارد. همین درست است یا که نادرست است؟ مرحمت جواب دین. خب تلفن نمیدونم پیشکی ترجمه کردم نکردم. خب دیگر در بسیاری زبان ها تلفن می شود. تلفن نمره همون نمره که گفته بودیم در درس چندم بود. نمره یعنی رقم می شود. رقم یک نیست می شود. خب در زبان ازبکی به فکرم یک میگن. یک نیست. یک تور نیست. یعنی این میشود یک نیست بگیم، میشود یک تور نیست بگیم. یعنی این دیر دور تر تیر تور اینها همش به معنای تأکید هستند، یعنی به معنای است در زبان ترکی میاد. یعنی میگم که برای هنس گولدمن رقم تلفن ندارد، یعنی در ترکی نمیگیم که رقم تلفن نه بعدا با است بیاریم، نه است نمیگیم، نیست همش یک جا میگیم. اما در زبان ترکی میشود بگیم هنس گولدمن تلفن نمرası yok. خب با میگیم که هنس گولدمن تلفن نمرası yoktur، یعنی به دو شکل میتونیم افته. پس این معلومات نیز نادرست است. همین خیلی است، چون که در بالا نگاه کنیم رقم تلفن داشته. خب رقم تلفن داشت، پس این معلومات دربارش نادرست است. هنس گولدمن bir erkektir. یعنی هنس گولدمن مرد است، یعنی یک مرد است. erkek مرد، تیر مرد است. خب این جمله درست است. دربارش مرحمت نویسین. خب اینجا bir همون رقم یک رو معنی میدهد، اما
در اینجا به معنای یک مرد نمیگیم مرده هست، مرده هست. یعنی چقدر که در زبان انگلیسی هست a man a و an ارتیکل نمایانی، در اینجا نیز ارتیکل نمایانی هست. یعنی پس اگر همین رو با زبان انگلیسی ترجمه کنیم Hans Goldman a man is a man. Hans Goldman is a man. Hans Goldman is a man. یعنی همینجا به معنای هست. erkek مرد تیر است. erkek مرد. خب پس این معلومات درست است. یعنی Hans Goldman مرد بود، زن نبود. خب Hans Goldman'in cinsiyeti Almanya'dır. Hans Goldman cinsiyeti Almanya'dır. خب جنسیت همون به معنای شهروندی هم میاد، یعنی شهروندی آلمان بود. درست؟ پس اینجا هم میگذاریم درست. Hans Goldman'in evi Ankara'dadır. Yani خانه Hans Goldman در انقره است. این معلومات هم درست است یا اینکه نادرست؟ خب مرحمت جواب دین. Hans Goldman'in ev خانه میشد، اوی اینجا اضافه شده است. انقره دا در می شود، در است می شود، در است، در می شود. یعنی وقتی گفتیم evde در خانه، انقره‌da در انقره، okulda در مکتب. خب پس این معلومات هم درست بوده. یعنی عنوانش از روی عنوان رو کنیم انقره نوشتگی است. خب اینجا رو نیز کار کردیم، این تمرین رو کار کردیم و میگذاریم در بخش کنشمه. کنشمه یعنی گپ زدن، کنشمه. خب در اینجا طلبه در مکتب است و معلم میآید میگوید که نوار نیوک و طلبه میگوید که کتاب وار کلم yok. خب استاد میگوید که hayır nasılsın demek istedim. طلبه میگوید şimdi anladım, iyiyim. خب در اینجا نوار نیوک اول کلمه با کلمه ترجمه کنیم. نه میشود چی، وار میشود است. خب yok نیست ترجمه کردیم. چی هست چی نیست، چی هست چی نیست. اما همگی در شکل یک جمله خب به معنای چی حال داری می شود. چی حال داری، نوار نیوک چی حال داری. یعنی وقتی یک نفر آمد از شما پرسید که نوار نیوک، یعنی معنای اون نداره که درباره چی داری چی نداری. میگه که iyiyim teşekkür ederim ya ki ne var ne yok elhamdülillah. Yani sen nasılsın, yani ki sende ne var ne yok, yani تو چی حال داری مثلا. خب ne var ne yok معنای چی حال داری. اما وقتی که معلم گفت که چی داری چی نداری، طلبه در اینجا گفت که کتاب var kalem yok. Yani kitap هست kitap هست قلم نیست. کتاب هست قلم نیست. خب معذرت دوستان گرامی گفت صداهای میگن که ماشین ها خلل میرسونن. خب کتاب و کلم یوگا. بعدا طلبه گفت که کتاب هست قلم نیست. معلم میگه که hayır nasılsın demek istedim. میگه که نه، یعنی hayır نه میشود. نه چی حال داری گفتن خواستم. demek گفتن میشود، استدیم خواستم. یعنی به طوری که میتونیم خیلی ترجمه کنیم که میخواستم پرسیدم که چی حال داری، یعنی میخواستم پرسیدم که چی حال داری. نه میخواستم پرسیدم که چی حال داری، یعنی میخواستم گفتم میخواستم که چی حال داری، گفتن میخواستم که چی حال داری.
Hayır, ne? Nasılsın demek istediğim. Çiholdori guftan khostum. Bazen talaba megot şimdi anladım. Yani ana aknun fahmidim. Şimdi holo meşavat aknun. Anladım, fahmidam. Anladım, fahmidam. Şimdi holo. Holo fahmidam. Holo fahmidam. İyiyim. Yani khubastım. İyiyim, khubam. İyiyim, khubam. خب iyiyim, خوبم. اینجا کلمه های نو. خب کتاب گرفتگی است، مبار هست، کلم گرفتگی میوک هست. nasılsın demek. Demek گفتن می شود. خب استدیم خواستم. استدیم خواستم. خب زمانی گذشته است. استیارم حالا، یعنی حاضر میخواهم. استیارم. istiyorsun tu میخواهی. استدیم من خواستم. استدین تو خواستی. استدیک ما خواستیم همون. خب اینا رو در آینده استا همشه میگیریم. خب اینجا چی هست؟ خب اینجا موضوع کمی طول میکشد. خب اینم دومی چی هست؟ کنشما هست. bu nedir یعنی میگوید این چیست. این چیست. خب اینجا نوموشون نیسته، فقط مثلا برای سوال جواب های. خب این کمی وقت میگیرد، این رو بعد درس دیگر همونیم. خب درس امروزه در همینجا به پایان میرسد. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. اگر پیشنهاد گفتنی توصیه داشته باشید مرحمت بفرمایید. لطفاً ویدیو رو در اشتراک بگذارین، با دوستانتون توصیه کنین و لایک گذاشتن رو فراموش نکنین. و دوستانی که بار اول میبینن ویدیوهای ما را خواهش میکنیم ابونه شدن رو نیز فراموش نسازن. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. خوشچه کلان. گله گله.